یو 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 خوش اومدید بچه ها به ویدیوی عضوگیری کلن وی اچ. بچه ها امروز من با یه ویدیوی عادی یه گیم پلی سادم براتون رو گذاشتم که لذت ببرید و عشق کنید تا چلاکوسا بیاتون نره. بچه ها خب گیم پلی عادیه، شات و دوبس رو دیدی بچه ها. ویدیوی قبلی حتما لایک سابشون رو بتره کنید. ویدیوی موومنت هم در کمین است، یعنی تا فردا پس فردا احتمالاً آپلود چه یه ذره سخته کارش دیگه، چون باید با گوشه بقیه هم رکورد بشه، یه ذره کار سخت میکنه. آره بچه خب امروز اومدیم با ویدیوی کلان وی اچ عضوگیریش. بچه به مدت 1 ماه ما الان عضوگیری داریم. 1 ماه میگم 1 ماه، 2 هفته عضوگیری داریم و بعدش باز شروع میکنیم به فعالیت های توپی کلان وی اچ. بچه خب شرایط عضوگیری اینجوریه که شما 2 تا کار باید انجام بدی حتما. 2 تا کار که یکیش اولین شرایط 2 تا مچ دیگه. یه مچ اسنایپ که باید اسنایپتون رو خب تقویت کنید و خوب باشه حتما اسنایپ برای کلن. یه مچ عادی هم هستش که خب اونم بازه مثلا اونم خوب بدید یه ذره، حالا اسنایپو بد بدید قبول میکنیم راحت و ساده. آره بچه ها کار آنچنان سختی نداره کلان یک در اصل یه کلان خوبه دیگه، یعنی بچه ها فقط به 3 دسته تقسیم میشیم. بچه ها بچه هایی که میخوان بتل بزنن، بچه هایی که میخوان مولتی بازی کنن و بچه هایی که دوست دارن بتل پلی بدن. بچه هایی که بتل پلی میدن که خب میان یه دست پانازود و اسنایپ و نهایتش شات کنم میان که شات کنم خب بود 100% قبولش میکنه و تگا میندازید و این. بعد یکی شرایط هم دیسکورد کلانه دیگه. دیسکورد هم حتما باید جون برید. حالا لینک دیسکورد رو باید میزنم کپشن این به بعد تو همه ویدیو لینک دیسکورد هستش و بیا جون برید و عشق کنیم. و خب بقیه حالت عادی هم که خیلی یه چیزایی داریم که مثلا شما 5000 تا ایکس پی حداقل باید برای موندگاری کلان هر بار داشته باشید. و یه چیز خیلی ساده‌ای که داریم برای موندن تو کلان چیه؟ اینی که شما باید با بچه های کلان بازی کنید. یعنی با بچه های کلان که بازی کنید خب راحت تر میتونیم مثلا شما رو بشناسیم، راحت تر میتونیم مثلا باتون صمیمی شیم. حالا باتون صمیمی شدیم نهایتش اینه که شما ایکس پی هم نگیرید، مثلا راحت شما رو میذاریم تو کلان بمونید. آره بچه داشتم بهتون میگفتم خب شما جوین کلان جوین کلان که میشید خب یه 2 تا تسته و شرایط موندگاریش هم خب شما باید حتما 5000 تا ایکس پی بگیرید و جوین، یعنی با بچه ها پلی بدید. وقتی با بچه ها پلی بدید راحت میکنیم شما رو ناخته باشیم، راحت با شما پلی میدیم، با هم بیشتر دوست میشیم و خب سطح بازی همه میره بالاتر، مثلا شاده تو دیالا میتونیم شما رو بشناسیم. و خب از مزیت های کلان بگم براتون پیدا کردن راحت تر تیمیتتونه و همینه دیگه. واقعا خب مثلا کلان خوبی هم هستیم، کلان در سطحی هستیم، یعنی سطح پایینی نداریم و فعلا کلان انقدر بازیگیریش آسونه. اگه کلان خب بتونیم برسونیم به لول 8 یا 7 راحت براتون چیکار میکنیم؟ راحت میذاریم 10,000 تا ایکس پی. بعد حتی اگه بگم 10,000 تا ایکس پی بچه هم موافقت کنن، حتی اگه خودم 10,000 تا ایکس پی نگیرم قول میدم که بگم کیکم کنن. یعنی واقعا اشتباهه این که بدون اینکه اون کار رو انجام بدیم بیان و جوین کلان بشن. اینجا من دیدم یارو یه اسکین دیگه داره و با یه اسکین دیگه ظاهر شد، حرام ریخت. اینجا کلت نیکتوی من از مین رد شدم، اینجا پرام ریخت. پس بچه‌ها لینک دیسکوردم براتون میذارم توی لینک دیسکوردم براتون میذارم روی کپشن، حتما جوین بدید و لایک و سابقیتون نره. فعلا پیس اوت.